سلام بچه، بریم که ویدیوی کلکسیون برچسب‌ها رو با هم بگیریم. بچه ببخشید برچسب‌ها فکر کنم 50 تاست و خیلی کمه، چون من بیشتر برچسبامو چسبوندم و بعضیاشون نگه داشتم، من انزه مسی رو اینا نگه داشتم، ولی خب اونایی که تکراری برام بوده رو نگه داشتم و خیلی هاشو چسبوندم توی آلبومم. بریم اونای برچسبایی که برام مونده رو نگاه کنیم. من اسمشون رو نمیگم، ولی باز 50 تا برچسب خیلی زیاده. اگه بخوام اسمشون رو میگم به مارتینز، نمیدونم تارمی، اینا خیلی وقتی ویدیو گرفته میشه، پس من اسمشون رو نمیگم، همینجوری سریع میرم جلو که شما هم ببینید. بچه ها بعدش که کلکسیون برچسب رو بهتون نشون دادیم، آلبوم برچسب هم که چسبوندم هم بهتون نشون خواهم داد. ثانیه هم توش زیاده. امضای مارادونا، همونجوری که گفتم برچسب امضا ما 4 تا تو اینجا داریم. برچسب امضای مسی 2 تا داریم، ولی کارتشو من یه دونه دارم. برچسب امضای مسی مارکینیوش، خب رسیدیم به این برچسبایی بود که من چیز داشتم نگه داشته بودم و بریم که آلبوم برچسب ها رو هم بهتون نشون بدیم. خب بیام اینجا. خب این برچسبای من والورده، دیوید بکام، دوناروما. بچه دیگه اسمشون رو نمیگم چون دیگه وقت ویدیو دیگه ذره زیاد میشه. بریم صفحه بعد. بنداش هم برچسبش و کارتش رو خیلی داریم. خاکبو هم همینطور خیلی زیاد داریم.
پلم 2 تا ازش داریم. خب بریم کارت رونالدینیو هم بچه‌ها اگه ویدیو قبلی رو نگاه کرده باشید اون دیگه کلکسیونمون بود، ولی چون من 10 تا یا 20 تا بسته خریدم همینطور که دو تا ویدیو قبل بود فکر کنم دیگه. آره کلکسیون رو گذاشته بودم ویدیوی بعد کلکسیون اما 10 تا بسته جمعی بود، به خاطر همون چیز دیگه ویدیوی کلکسیون کیمدی رو نمیذاریم. حتما ویدیو کلکسیون مینی فیگور رو بذاریم، بعدش دوباره کلکسیون کارتا رو میذاریم. اگه کلکسیون کارتا رو موقع دیده باشید دیگه براتون میذارم دیگه. این بود رونالدو هم برچسبش همشون 2 تا فکر کنم ما دیدیم. یه وقت ویدیو زیاد گرفته نشه من سریع نشون میدم، سریع تر از اون موقع. رونالدو 100 روبرتو فیرمینو دو تا روبرتو فیرمینو داریم. بریم صفحه بعد. فکر کنم آره دیگه تموم شد ویدیو کلکسیون ها، ویدیوی آلبوم. فقط این 4 تا بسته مونده که نینیستا، این کاکو و تتلاسوس. امیدوارم این ویدیو خوشتون اومده باشه. تا ویدیو بعدی خدا نگهدار.